مردک جان مردک اینا هیچ جا نمیفهمند مردک جان اوی مردک اوی فرزند ما دلشاد جان آمد از کار جیغ زدم گفتی شما برین آخر من منیژه جان آمد دخترم ما چی گپ داشتید شما مردک دلشاد جان آمد تو بکرم مازه شالی اینو دختره گفتی گفتم مازه میبویم دلشاد جان مردک جان خودتونو دارید مردک جان به شما حیات نیست دلشاد جان گپ زد کتی آتن لبای داده جان دادا جان گو دادا جان گو آمدم دادا جان همی جایم تینجی های همو کی ای کو؟ کی؟ زفر او همو خشلاق پایانگی زفر کوره گو زفر کور همو $500 ایمه خرزوره او گپ پلاندلی آخر گپ زنیدم اساسش سلامتی شما منیجه کنی دخترم و همینجا منیجه جان آتا جان ما همینجا دایم منیجه جان بابا همو گلبهاری دوزنده کو از من $700 خرزوره زیر نشوه اوتا جان ما میگیم شما سلامتی تون احتیاط کنه ما در سلامتی شما در کاره سلامتی تون نگاه کنه گوش کنید همه تون لبای آخران گپی من همه قربانی کامری چیه کو؟ قربانی کامرش ها یوانی ما همو $5,500 قرض دارم فرزندانم پدرتان گذاشتم جو تو گلوم اوی خنکه سالقینیه باور کن سالقینی برسد میگوی السلام تاجون و علیکم السلام سوزی بچم پشتی سوزی تاجون میشه رحمت چکا دستای؟ این دیده سی دست روش دستم بچم تاجون همه چی را یاد گرفتم همه چی را یاد گرفتی؟ همه چی را میدونم همه چی را میدونی؟ کو همه چی را بدونی کو یک شعر بخون بچم شعر بگم؟ اوتای ما یگانه هستای چراغی خونه خندوش بزنه بچه ما با برای اوتاجون ها یاد گرفتی شعر اما همه در برای جوچکا بخار بچم زوچکا؟ مالش خیلی بچم یاد بگیری با هم خیلی ما همه چی را فهمیدم ما کلورشم کو همه چی را میدونم همه چی را فهمیدی؟ گوش که بچم هیچ کده هیچی نگو فهمیدی؟ برادا بری کتی جورات بازی که با ما ترپلو میتم مالیوچا ما همه چی را فهمیدم همه چی را میدونم همه چی را فهمیده باشه همه چی را میدونسته باشه اکانسیا السلام سلام ما کلام شدم همه چی را فهمیدم همه چی را میدونم ما میدونستم که یه روز نه یه روز بفهمی که ما آتیتیم بیا بچه با تاکیجو بود وای دایس اینمی خمیره اینمیه آنمی طبیبی گفته که آنمیه مردک خیلی خوبیست السلام علیکم طبیب السلام علیکم اکی طبیب سوزه تیجه نازه سلامتی و نازه چیکو که علیکم السلام سوزن تیجه شما ناز رحمت چیکو که دیسه اکی طبیب چیکو که دیسی سیگارت کشیدسم سیگارت آخی دستون شما هیچی ندارین کو سیگارت کشیدسم او دستون هیچی نیست چیه کشیدسته شما تمام شده شوخ بود یعنی طبیب اکی طبیب شوخ نه بوده شوخ نه من رپتیسیا کردسم که چیکو کردن همی روحکتی ما باید سیگارت کشیره پرتم دیگه سیگارت نکشم آنا دیدی میشیده فکر خوب میشیده خیلی من نوسا پرتفتم یامو پیشم خیلی حرکت کنه نوسا دیدی میشیده اینا شما باز کردین اینا شما ناسکی باز کردین اکای دکتر اینمی مرده که ما باز کردن نمیتونن
می دپش جوگاش بانکای نصف کناک موندگی یا شب هداش دیدم خستم برداشتم بانکارا هش پوشم قریب بروا بعد یاوا یک دو هفته پارت افتاد لیکن بس سلامتیش نقشی بو بعد یاوا یک دکترم که مهربون شید کی گوش کن اگر دل خواهد از چشم کور گفتم که او میرود سلامت یکی شما گفت که چی وای داره شما چی درد داره سری مقصد اکم اکی طبیب من خودتون تعریف کردم مردک بوری چند جو رفته من رفیق زنا گیجوی رفتیم تو چیم خودت تعریف کردن که همین تو پلنگ طبیب همه دردو طبابت میکنن اکی خلاصه همین پوچو اکا میسوزه ایزون پویان فقط میسوزه ایشم میسوزه اکا بو میخوره پوچو میخوره ای دسته پوچه جقیره کو دیونه شیدم هر روز شوی درست پوچوما بخور پوچوما سم کو پوچوما بخور پوچوما وظیفه زنک همین گوش کن پوچه را میخوره و سم میکنه چیکو کنه مکا دیگه یگون جای دیگه نمیخوره اکا میخوره اکا درونی گوشو میخوره حالا با درونی بینی میخوره اکا شت نوکی زبون میخوره خیلی جورا خوریده نشوه شت فهمو پوچو میسوزه اکا میخوره چیکو کنیم نمیدونیم درونی او رفتیم اکا پوچو را موندیم درونی لوی رفتیم اکا ها پوچو را درونی لوی موندیم درونی تمامی چی رفتیم اکا همه پوچو را موندیم نشید اکای طبیب اکای طبیبی چیکار کردسی تینجا سر قبیدسی سر فکر کردستم فکر بابا ما فکرها را خیلی فکر کده خیلی کده مثلا فکر میکنیم شما سر قبیده آخی من معنی سر قبیده سام معنی سر وقتی که معنی سر قبیده کو فکر کردن که چی باید معنی سر کار میکنه و جوابشو میگه شیت فهمو یفته یعنی ما یفتم تو باید فقط راه بگردی یک هفته راه بگرد انا با مد زنگ بزن بگو که چی گپ شید ینگه رقم تلفنی مرا میدونه برای که چند بار تو کلینت آوردگی اینی چی خب دیگه هیچی نه یگون چی نه اکای طبیب اکا کمی ما و کرمین شما هیچی نیست کو مورم ریپیتیسیا کدیسیم اکا همه کیسوس کشیدم اکا بمیوم اکا یک دستون سفید میکنم اکا ریپیتیسیا اکا ریپیتیسیا سلامت باشه اکای تو پلنگ دکتر با نصیب باشه پیش ما میایی من شما را تلفن میکنم حتما قبول نغزمونه اکا قبول یک هفته پس زنگ میزنی زنگ بزن فهمیدی راه گشتنگی فقط یک هفته فقط راه گشتنگی فهمیدی خوب معنیش دید بچه در همین وقتی دست روشوی هم غم میتنی الو السلام علیکم اکای طبیب سوزی تینجی و علیکم رحمت شما سوزه نشناختم که شما ما امامو بچک امو دلشو یه هفته پیش قطعی اویلم رفتم پشتون کو اکا برای پوچو میسوخ کم چیکار شدی؟ گفتی راه بگر کو اکا این همه آزی در خد هندوستان رسیدم با چکا کنم